با درود به ملت بزرگ ایران. افکار انسانی یعنی چی؟ آن فکری که انسان را مزین کند. هر حکومتی بود، مثلا شما دارید در کشور افغانستان میبینید که این چقدر اینها وحشی هستن و شما اینها را دارید میبینید. در کشور ما ایران و در عراق و سوریه چقدر ظلم کردن، چقدر آدم کشتن، جنایت کردن. اینها به زنان بی احترامی میکنن، به زنان اهانت میکنن. جمهوری اسلامی هم همینطور. اهانت به زنان، اهانت به آزادی بیان، اهانت به حقوق بشر، اهانت به بهائیت. و اینها از اهریمنان سرچشمه گرفتن. اهریمنانی که حمله کردند و تجاوز کردند به خاک پاک ایران، امثال عمر، ابوبکر، خالد بن ولید، آن جنایتکار خبیث. انسان باید بیندیشد که به چه کسی ایمان آورده. اگر ایمان به خداوند مسیح باشد، انسان مؤدب خواهد شد، انسان گل خواهد شد، انسان نازنین خواهد شد. و همیشه این رو گفتم، هرچند که برای ما مسئله این نیست که حالا یک کسی عمامه سرشه. البته اون عمامه نبود، ملافه گلدار بود. من سرم گذاشتم فیلم گرفتم. ملافه گلدار می شود همچین کسی باشد. یک نفر پیدا شده، یک آخوند عزیز، همین آقای عسکری یحیی‌زاده خطیر. این ایرانی است، این شخص آخوند بوده و الان دارد از حضرت بهاءالله صحبت می‌کند. حضرت بهاءالله هم مال بهایی است.